به حالت 1 ایول سال روان قرض عمومی استفاده برندگان 550.6 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد که از این حساب 98.4 میلیون سامانی قرض اهالی است، گفت تورا اتمов سردار شبکه‌های برق ولایت سوخت ضمن نشست خبری. از اون جمله قرض استفاده برندگان صنعتی 45 میلیون سامانی، غیر صنعتی 48.8 میلیون سامانی، بودجه‌ای 28.1 میلیون سامانی، خوجگی قشلوق 51.8 میلیون سامانی، خوجگی آب 190.5 میلیون سامانی و اهالی باشد 98.4 میلیون سامانی می باشد. 6 ماهه اول سال جاری در شهر خوجند از طرف استفاده برندگان 320 میلیون و 735 هزار کیلووات برق استفاده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13 میلیون و 478 هزار کیلووات زیاد است. خبرنگاران از مسئولین برق تاجیک اید به وصل و نصب ترانسفورماتورها در محله‌های نوبنیاد شهر خوجند پرسان شده، از جمله فهمیدنی شدند که این مسئله در وکالت کدام نهاد است. اما اویدی اون نصب اون پونت‌های ترانسفورماتوری که در محله‌های اهالی‌نشین نصب کرده میشوند باید که از طرف مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند از طرف اداره ساختمان اساسی باید که به نقشه گرفته شده اون تصدیق کرده شود از طرف راهبری خود مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند و بعد آهسته با مبلغ‌گذاری خود مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند عملی کرده میشوند. اید به مشکلات محدودیت برق در نواحی دوردست که طی چند روز رسانه‌ای شده است، مسئولین گفتند که با انجام یافتن تعمیر و از نوسازی این مسئله حل خود را می‌یابد. تاکید شد که در ناحیه‌های کوهی ولایت سوخت باز چند نیروگاه‌های برقی ساخته می‌شود. حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان گفتشون تا رفته سودن در مجرای دریای زرافشان در منطقه خودی کوهستانی عینی اویدی ساختمان یک نیروگاه برقی آبی رفته سوده است و غیر از این چقدر که ما می‌دانیم در منطقه баланкӯи кӯҳистони мана худи ноҳияи айни зеристгоҳӣ ва нерӯгоҳи барқи оби марзиш ба ғайр аз ин дар худи минтақаи панҷакен дар қишлоқҷоҳош якчанд нерӯгоҳи барқи оби хурд ҳозир фаъолият бурда истанд. در رفت نشست خبری ژورنالیستان به دیگر مسئله‌های تشویش آور روشنی انداختنی شدند. از جمله در مورد بیماری سرایتی کرونا ویروس سوال کردند. سردار شبکه‌های برق ولایت سوخت تورا اتمов گفت که تا حال یگان کارمند با تشخیص کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. گزارش فضلالله خان عابدov، سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.